در تالار ورزشی نوبنیاد زمانوی پهلوانان سوخت ناحیه مسجح بخشیده به گرامیداشت خاطر یکی از اساسگزاران گشتین جودو در این ناحیه کارمند شایسته ورزش تاجیکستان میرزا حکیم امیدوف مسابقه جمهوری اید به جودو بین نورسان برگزار شد. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسجح، نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون جودوی مملکت و دیگر مسئولین در مراسم افتتاحی چهاربینی ورزشی مذکور از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ورزش، جهد و تلاش فدراسیون جودوی مملکت جهت رشد این نمود در کشور و سهم میرزا حکیم امیدوف در رشد نمود جودو در ناحیه مسجح یادآور شده و ورزشکاران برای کامیابی ها تمنا کردند. مورد به ذکر است که نتیجه سیاست ورزش دوستانه حکومت مملکت بود که سال جاری در ناحیه مسجح یک قطار انشاءات زمانوی ورزشی مورد استفاده برای قرار داده شدند که این برای رشد ورزش در این ناحیه و جلب ساکنان به طرز حیات سالم زمینه واقع میگذارد. خیلی خرسندآور است که با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور انشاءات‌های بزرگی ورزشی ساخته به استفاده داده می شود و در ناحیه مسجح ما با اشتراک پیشوای ملت ورزشگاه و تالار خیلی زیبای پهلوانان سوخت به استفاده داده شد. در ناحیه ما خصوصا نورسان جوانان به نمود گشتیگیری توجه خیلی زیاد دارند و زیاده از 300 نفر ورزشکاران در نمودهای مختلف گشتینگ در ناحیه مشق تمرین میکنند. در این مسابقه جمهوری بیش از 130 نفر نورسانی از 12 تا 16 ساله از شهر دوشنبه شهر و ناحیه‌های تابع مرکز کشور، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک نموده در وزن‌های از 30 کیلوگرم تا بیش از 90 کیلوگرم بین هم زورآزمایی کردند. زورآزمایی‌های ورزشکاران جالب و شدید ادامه یافته، هر کدام برای دریافت مقام‌های فخری با هموزن‌های خود رقابت کردند. جودوی کشور ما خیلی رشد کرده است. باوری داریم که در آینده مسابقه و مسابقه کلان بین المللی تبدیل می یابد. بنابر سبب پاندمی که پنهان شده است ما تصمیم گرفتیم که از هر یک منطقه یک ورزشکار اجازه دهیم شماره‌شان را کمتر کنیم، محدودتر. هیئت حکمان بعد رقابت‌ها بهترین ها را برای اشتراک در دور نهایی نام‌نویس کردند. زورآزمایی‌های نهایی در بین ورزشکاران 12-14 ساله و 15-16 ساله در 11 وزنی جریان گرفته 22 نفر جودوکاران بهترین معین شدند و غالبان و جایزه‌داران مسابقه مدال و افتخارنامه‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تحفه‌های خاطروی فدراسیون جودوی مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسجح و پیوندان میرزا حکیم امیدوف سپرده شد.